سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 14 اکتبر همراه شما. در شهر دوشنبه امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صاحبکاران داخلی و خارجی ملاقات کرد. در این ملاقات که تنها تلویزیون‌های دولتی به آن راه یافتند، امام علی رحمان ضمن سخنرانی نظام و شیوه گرفتن مالیات و یا انداز را تنقید کرد. امام علی رحمان وعده داد که حکومت تاجیکستان در 7 سال آینده برای دستگیری صاحبکاران در کشور 1 میلیارد سامانی جدا می‌کند. پیش از برگزاری نشست، کارشناسان تاجیک گفتند در این ملاقات باید راه‌های بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری و کم کردن رسمیات و رشوه‌خواری در نهادهای دولتی تاجیکستان بررسی شود. رانندگان ماشین‌های بارکش شکایت دارند که متصدیان شاهراه دوشنبه چناق حق حرکت از طریق این راه مهم را به سبب بالا بردند که این در آینده می‌تواند عامل بالا رفتن قیمت مال و مواد خوراک شود. شرکت ایرس با نصب ترازوی نو در 39 کیلومتری شاهراه دوشنبه چناق که مرکز را با شمال کشور می‌پیوندد، معیار بارکشانی را شدیدتر کرده است. خبرنگاران رادیو آزادی در نزد این ترازو دیدند که چگونه در چند دقیقه از رانندگان 5 ماشین باربر از 300 تا 1500 سامانی حق علاوه گرفتند. یکی از این رانندگان گفت: اسمی بورشو میتونیم بگیریم بعد در بالای کیلو вже نرخ بورم قیمت میشه. فهمیدتون؟ چی ارد باشه، چی نمک باشه، چی یکی باشه، بور قیمت کشید در خلق هم قیمت میشه. ولی به گفته متصدیان شرکت ایرس در صورت از رانندگان حق اضافی گرفته می شود که بارشان از معیار معین شده زیاد باشد و به گفته مقامات ایرس پول اضافی جمع شده برای ترمیم راه دوشنبه چناق صرف می شود. وکیلان پارلمان بریتانیا روز دوشنبه در یک رایدهی رمزی فلسطین را به حیث کشور مستقل به رسمیت شناختند. از میان وکیلان بریتانیایی 274 نفر رأی موافق و 12 نفر به این سند رأی مخالف دادند. سند مذکور حکم اجرا ندارد و حکومت نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون گفته است که در صورت کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد که اگر چنین قرار در رسیدن به صلح در خاورمیانه مساعدت کند. درباره قرار پارلمان بریتانیا برای به رسمیت شناختن فلسطین صحبت داشتم با مردا ساقام، مدیر منطقوی رادیو آزادی، و مصاحبه روز در همین باره است. آقای مردا، سبب قبول یک چنین تصمیم در پارلمان بریتانیا چی بود؟ در این 1 سال گذشته سیاست‌های اسرائیل، مخصوصا شکست مذاکرات با فلسطینی‌ها که با میانجیگری آقای جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده انجام می گرفت، همچنین عملیات نظامی اسرائیل در غزه چند ماه پیش باعث عصبانیت مردم اروپا و تشنج افکار عمومی اروپا و قاره‌های دیگه دنیا شده. البته این تصمیم پارلمان بریتانیا دولت را مجبور به شناسایی دولت فلسطین نمی‌کنه. ارزش سیمبولیک داره. هرچند فرانسه و سوئد آماده رأیگیری در این باره هم هستند و این نشانه مشکلاتی است که سیاست خارجه اسرائیل با اون مواجه هست حالا. و این تصمیمی که پارلمان بریتانیا گرفت آیا میتواند به ختم مناقشه بین اسرائیل و فلسطینیان مساعدت کند؟ البته این یک نوع فشاری است. رأیگیری مجلس بریتانیا دیروز هم برای فلسطینی ها هم برای اسرائیلیا بسیار جالب و مهم بود و هر چقدر شناسایی یا دوستی یا نزدیکی به دولت فلسطین از طرف کشورهای اروپایی بیشتر شود، فشار روی اسرائیل بیشتر خواهد شد و حدی وجود دارد که تا چه مرزی اسرائیل میتواند بر سیاست خارجی این کشورها تأثیر داشته باشد. کار اسرائیل حالا بسیار مشکل شده است و اسرائیل باید تجدید نظر کند در موضع خود، وگرنه در نبرد افکار عمومی از فلسطینی ها شکست خواهد خورد. تشکر. مردا ساقام، مدیر منطقوی رادیو آزادی صحبت میکرد.
نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه روز 14 اکتبر اعلام کرد که جشنواره امساله فرهنگی هفته اروپا در تاجیکستان از روز 25 اکتبر شروع می شود. در نشست خبری در دوشنبه گفته شد که طول یک هفته در این جشنواره اثرهای مصوران اروپایی، فیلم‌های کارگردان‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نمایش گذاشته می‌شود. برنامه‌های فرهنگی با شرکت گروه‌های هنری و رقصی از تاجیکستان نیز برگزار خواهد شد و هر نفر می‌تواند این برنامه‌ها را رایگان تماشا کند. بازی دوستانه میان دسته‌های استقلال دوشنبه و شالکه 04 آلمان شام 13 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با پیروزی مهمانان انجام یافت. بازیگران تاجیک در وقت اساسی یک گل سر دادند ولی دیرتر به آنها میسر شد که حساب را برابر کنند. همین گونه بازی دوستانه استقلال و شالکه تا به پنالتی کشید و از روی سلسله ضربه‌های 11 متری به فوتبالبازان آلمانی میسر شد که دسته قهرمان تاجیکستان را با حساب 5-4 شکست بدهند. و اخباری از این هم بیشتر با گزارش‌های دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صفحه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.